شماره 10. استیو بالمر، آخرین فرد در لیست ثروتمندترین افراد جهان در سال 2023. استیو بالمر 67 ساله است که ثروتی بالغ بر 80 میلیارد دلار دارد. او مدیر عامل سابق مایکروسافت است که از سال 2000 تا 2014 هدایت این شرکت را بر عهده داشت. بالمر در همان سال که از مایکروسافت بازنشسته شد، باشگاه بسکتبال NBA لس آنجلس کلیپرز را به مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری کرد. او از سال 2014 فعالیت‌های نودوستانه خود را افزایش داد و مبلغ 2 میلیارد دلار به صندوقی بخشید که روی حذف فقر در آمریکا تمرکز دارد. شماره 9. موکش آمبانی. موکش آمبانی 65 ساله از کشور هند نفر نهم در این فهرست است که 83 میلیارد دلار ثروت دارد و به عنوان ثروتمندترین فرد آسیا شناخته می شود. او ریاست و اداره شرکت ریلاینس را بر عهده دارد. این شرکت در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و گاز، مخابرات و خرده فروشی فعال است. در سال 2008 موکش گرانترین خانه دنیا را به مبلغ 2 میلیارد دلار ساخت که 175 متر ارتفاع و 37,000 متر مربع مساحت دارد. شماره 8. کارلوس اسلیم از کشور مکزیک که 83 سال سن دارد، توانسته است با داشتن 93 میلیارد دلار در جایگاه هشتم قرار بگیرد. اسلیم یکی از برترین کارآفرینان و تاجران است که به نیکوکاری شهرت دارد و تاکنون فعالیت‌های بشردوستانه زیادی انجام داده است. اسلیم در ابتدا به تجارت با مؤسسه‌ای که از پدرش به جا مانده بود پرداخت و سپس علاوه بر تجارت در حوزه ساخت و ساز معادن و املاک نیز فعالیت خود را آغاز نمود. اسلیم تلمکس را که شبکه بزرگ ارتباطات تلفنی است به نام خود خریداری کرد و در زمینه خدمات تلفن همراه نیز فعال بود. سهام شرکت تلفن همراه این سرمایه‌دار مخابراتی در سال گذشته 14% افزایش یافت که به ثروت اسلیم نزدیک به 12 میلیارد دلار افزود و سبب شد او به 8مین فرد ثروتمند جهان تبدیل شود. شماره 7. مایکل بلومبرگ. مایکل بلومبرگ سیاستمدار، تاجر و نویسنده آمریکایی با 81 سال سن و 94.5 میلیارد دلار دارایی خالص در رتبه هفتم از لیست ثروتمندترین افراد جهان در سال 2023 قرار می‌گیرد. بلومبرگ یکی از مؤسسان، مدیر عامل ارشد اجرایی و مالک شرکت بلومبرگ LP که از شرکت‌های داده‌های مالی جهانی و رسانه‌ای است. این شرکت به دلیل سیستم کامپیوتری بلومبرگ ترمینال که به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران در جهان استفاده می‌شود، مشهور است. در ابتدا فعالیت خود را در حوزه معامله اوراق بهادار در شرکت سالمون برادرز شروع کرد و سپس از سال 1981 شرکت خود را تشکیل داد. علاوه بر اینها، بلومبرگ از سال 2002 به مدت 3 دوره شهردار نیویورک بود. علیرغم کمک 1.7 میلیارد دلاری او به خیریه در سال گذشته، ثروت بلومبرگ افزایش یافته است، زیرا درآمد او فقط در سال 2022 حدود 13 میلیارد دلار تخمین زده شده است. شماره 6. بیل گیتس. بیل گیتس 67 ساله با 104 میلیارد دلار ثروت جایگاه ششم این لیست را تسخیر کرده است. گیتس با شرکت نرم افزاری مایکروسافت شروع به کار کرد و توانست با آن به ثروت برسد. در ادامه او در حوزه‌های متنوعی از جمله انرژی کربن سرمایه‌گذاری کرد. گیتس به همراه پاول آلن در سال 1975 مایکروسافت را بنیانگذاری کردند. در ماه می 2021 گیتس و همسرش ملیندا پس از 27 سال از هم جدا شدند. گیتس حداقل 5 میلیارد دلار از سهام شرکت‌های عمومی را به ملیندا منتقل کرد. مارس سال 2020 گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت استعفا داد و حدود 1% از سهام این شرکت را در اختیار داشت. او در چندین شرکت از جمله راه آهن ملی کانادا سرمایه‌گذاری کرده و از بزرگترین مالکان زمینه‌های کشاورزی در آمریکاست. گیتس در ماه فوریه با اشاره به ابزارهای هوش مصنوعی مولد مانند چت GPT گفت این تکنولوژی به اندازه رایانه شخصی و اینترنت اهمیت دارد. تا به امروز گیتس حدود 35 میلیارد دلار از سهام مایکروسافت را به بنیاد خیریه گیتس اهدا کرده است که ریاست مشترک آن را همراه با همسر سابقش بر عهده دارند.
شماره 5 وارن بافت. نفر پنجم این لیست وارن بافت است که با 92 سال سن 106 میلیارد دلار ثروت دارد. وارن بافت به عنوان پیشگوی اوماها معروف است و از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ به شمار می رود. وارن بافت شرکت برکشایر هاتاوی را اداره می کند که مالک بیش از 60 شرکت از جمله شرکت باتری سازی دوراسل و رستوران‌های زنجیره‌ای دیری کوین است. پدر او یکی از نمایندگان کنگره آمریکا بود. بافت برای اولین بار در سن 11 سالگی سهام خرید و در 13 سالگی مالیات خود را پرداخت کرد. بافت وعده داده است که بیش از 99% ثروت خود را می‌بخشد. او تا به حال بیش از 45 میلیارد دلار از ثروت خود را بخشیده که بیشتر آن را به بنیاد گیتس و بنیادهای خیریه فرزندان خودش اهدا کرده است. شماره 4 لری الیسون. لری الیسون 78 ساله با 107 میلیارد دلار ثروت در رتبه چهارم قرار می‌گیرد. او رئیس مدیر ارشد فناوری و از بنیانگذاران شرکت غول نرم افزار یعنی اوراکل است. لری الیسون پس از 37 سال کار به عنوان مدیر عامل سرانجام در سال 2014 از این جایگاه خارج شد. اوراکل با تملک دائم شرکت‌های نرم افزاری رشد کرده است که بزرگترین آنها پرداخت 9 میلیارد دلاری بابت نتسویت در سال 2016 بود. او در سال 2012 تقریباً کل جزیره لانایی را که از جزایر هاوایی است به مبلغ 300 میلیون دلار خریداری کرد و در 2020 به طور دائم به آنجا نقل مکان نمود. الیسون در سال 2018 3 میلیون سهم تسلا را خرید و سپس در دسامبر همان سال وارد هیئت مدیره این شرکت شد. لری الیسون که در سال گذشته در جایگاه 8م لیست ثروتمندان جهان قرار داشت، امسال در بحبوحه یک سال سخت برای فناوری و با افزایش 10% سهام اوراکل 4 پله صعود کرد و جایگاه 4م قرار گرفت. الیسون تابستان گذشته یکی از گرانترین خانه‌های فلوریدا را به قیمت 173 میلیون دلار خرید و آن را به مجموعه املاک و مستقلات پرزرق و برق خود اضافه کرد. شماره 3 جف بزوس. جایگاه سوم ثروتمندترین فرد جهان در سال 2023 به جف بزوس رئیس و مؤسس شرکت آمازون با 59 سال سن و دارایی خالص 114 میلیارد دلار تعلق دارد. جف بزوس غول تجارت الکترونیک یعنی آمازون را از گاراژ خود در سیاتل در سال 1994 شروع کرد. او در ژوئیه 2021 از جایگاه مدیرعاملی خود استعفا داد و رئیس اجرایی شد. در پی کاهش 38% سهم آمازون، جف بزوس امسال 57 میلیارد دلار فقیرتر از سال پیش است که این بزرگترین ضرر در میان میلیاردرها محسوب می شود. بزوس در سال 2019 پس از 25 سال زندگی مشترک از همسرش مکنزی جدا شد و 1/4 سهمش از آمازون در آن زمان را به او منتقل کرد. سپس با معشوقش لورن سانچز مجری و بازیگر تلویزیونی که چندین سال رابطه عاشقانه پنهانی داشت ازدواج کرد. بزوس مالک روزنامه واشنگتن پست و شرکت بلو اوریجین که در صنعت هواست و راکت‌های فضایی و گردشگری را توسعه می‌دهد. شماره 2 ایلان ماسک. ایلان ماسک 51 ساله با 180 میلیارد دلار ثروت نفر دوم لیست است. ایلان ماسک در آفریقای جنوبی بزرگ شده و سپس در سن 17 سالگی به کانادا مهاجرت کرده است. او به دنبال ایجاد انقلابی در صنعت حمل و نقل هم در زمین و هم در فضاست. ماسک این هدف را روی زمین با شرکت تولید خودروی برقی خود یعنی تسلا و در فضا با شرکت تولید راکت فضایی اسپیس ایکس دنبال می کند. در سال 2022 پس از اینکه ماسک سهم 9% خود از توییتر را فاش کرد، در نهایت هیئت مدیره توییتر توافق کردند که این شرکت را به مبلغ 44 میلیارد دلار به ماسک بفروشند. سهم تسلا پس از خرید توییتر حدود 50% کاهش یافته است، زیرا ایلان ماسک 23 میلیارد دلار سهام تسلا را برای
تأمین مالی خرید توییتر فروخت که البته این کار او سبب شد از رتبه اول به رتبه دوم در لیست افراد ثروتمند سقوط کند، زیرا با این خرید ثروتش 39 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته کاهش یافت. به هر حال اسپیس ایکس همچنان در اوج به رشد خود ادامه می‌دهد، به طوری که ارزش این شرکت در یک پیشنهاد مناقصه که در سال 2023 بسته شد نزدیک به 140 میلیارد دلار برآورد شد. شماره 1. برنارد آرنو و خانواده. برنارد آرنو از کشور فرانسه با 74 سال سن و دارایی خالص 211 میلیارد دلار به عنوان ثروتمندترین مرد جهان در سال 2023 شناخته می شود. آرنو برند کریستیان دیور که یکی از برندهای معروف در زمینه مد و لباس و عطر و ادکلون است را در سال 1985 خرید و این گونه کارش را شروع کرد. اکنون او رئیس و مدیر عامل امپراتوری LVMH است. شرکت LVMH هلدینگی با 70 برند مختلف مد و لوازم آرایشی است. از جمله این برندها میتوان به لویی ویتون اشاره کرد که امروزه کیف‌های آن در دست بسیاری از خانم‌ها حتی با مارک‌های تقلبی نیز دیده می‌شود. در سال 2021 شرکت LVMH جواهرسازی آمریکایی یعنی تیفانی را به مبلغ 16 میلیارد دلار خریداری کرد. به نظر می‌رسد که این بزرگترین خرید یک برند لوکس در کل تاریخ باشد. این سرمایه‌دار فرانسوی امسال یعنی در سال 2023 برای اولین بار در رتبه اول فهرست میلیاردرهای جهان قرار گرفته است. درآمد سود و سهام LVMH که همگی در بالاترین حد خود قرار دارند و به افزایش 53 میلیارد دلاری ثروت آرنو در 12 ماه گذشته منجر شده است که این میزان سود بیشترین سود در بین میلیاردرها محسوب می شود. 4 نفر از 5 فرزند برنارد آرنو در قسمت‌های مختلف امپراتوری LVMH کار می‌کنند و آرنو در حال برنامه‌ریزی برای تعیین جانشین برای کسب و کار عظیم خود است.